تازه ترین رویدادهای خبری از رادیو کندوز. رویدادهای امنیتی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی و همه تحولات افغانستان، منطقه و جهان در برنامه خبری رادیو کندوز. به نام و یاد خدا، با عرض سلام و خبرهای این ساعت از رادیو کندوز خوش آمدید. امروز پنجشنبه 14 سرطان سال 1403 هجری خورشیدی است که برابر می شود به 4 جولای 2024 میلادی. در آغاز سرخط خبرها: افزایش شمار جوانان کتابخوان در کتابخانه عامه ولایت کندوز، بازگشتی بیش از 3000 شهروند کشور از ایران و پاکستان و امتحانات 4 ماهه مکاتب در ولایت‌های سرسیر روز شنبه هفته آینده آغاز می شود. مشروع خبرها: احمد جاوید رنجبر، آمر فرهنگ و هنر ریاست اطلاعات و فرهنگ کندوز، طی نظارتی که از کتابخانه عامه کندوز داشته وضعیت موجود را بهتر دانسته و از جوانان می‌خواهد که از داشته های این کتابخانه استفاده عظیم نمایند. عبدالسلیم سروری، مدیر عمومی کتابخانه عامه این ولایت میگوید علاقمندی جوانان به مطالعه افزایش یافته، روزانه دهاتن برای افزایش معلومات خود به این مکان مراجعه می نمایند. مدیر عمومی کتابخانه عامه علت افزایش شمار کتابخانان را تأمین امنیت بهتر و بهبودی کیفیت آموزش در مکاتب و دانشگاه ها می داند. وی همچنان می افزاید در این کتابخانه بیش از 9000 کتاب در رشته های مختلف موجود است و با داشتن فضای آرام در خدمت جوانان و شایقین علم و دانش قرار دارد. در یک روز پسین 3255 شهروند افغانستان به گونه اجباری و داوطلبانه از ایران و پاکستان بازگشتند. وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان دیروز در خبرنامه در حساب کاربری اکس خود نوشته است که 2347 شهروند افغانستان از ایران از راه گذرگاه مرزی پل ابریشم در نیمروز بازگشتند. این وزارت افزوده است که 908 تن دیگر از راه گذرگاه مرزی سپین بولدک و ترخم از پاکستان بازگشتند. وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان در خبرنامه دیگری گفته که 13 شهروند افغانستان که در زندانهای پاکستان زندانی بودند توسط پلیس انترپل رها و به افغانستان بازگشتند. و خبر اخیر این که وزارت معارف حکومت کشور میگوید که امتحانات 4 ماهه مکاتب دولتی و خصوصی بر روز شنبه هفته آینده 16 سرطان در ولایت‌های سرسیر آغاز می شود. دفتر مطبوعاتی وزارت معارف امارت اسلامی روز سه‌شنبه 12 سرطان با نشر خبرنامه گفته است که این امتحانات تا اخیر ماه جاری به پایان می رسد. این وزارت همچنان رخصتی تابستانی مکاتب در ولایت‌های سرسیر را از تاریخ اول تا 10 ماه اسد اعلام کرده است. در همین حال صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف از بازسازی 190 مکتب ابتدایی در سال جاری از سوی نهاد در کشور خبر می‌دهد. یونیسف در اکس نگاشته که بازسازی این مکاتب با کمک اتحادیه اروپا صورت می‌گیرد و 200,000 کودک افغانستانی در این مکاتب آموزش خواهند دید. شنونده های عزیز رادیو کندوز، این بود خبرها که تا این ساعت شنوا بودین. بقیه روزتان خوش، الله نگهدارتان. تازه ترین رویدادهای خبری از رادیو کندوز. رویدادهای امنیتی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی و همه تحولات افغانستان، منطقه و جهان در برنامه خبری رادیو کندوز.